گلفشان نفت لیچه تالاب گمیشان. اول جاده که میرسید یه تابلو سبز رنگه که این اطلاعات نوشته. جادهش هم خاکی، اما جاده خاکی بدی نیست، خوبه. خب بهتر از اینجا شروع کنم که خیلی از جاهای ایران که میریم به دلیل گویش خاص مردم اون منطقه شاید اسم یه مکان یا جای دیدنی رو ما نتونیم درست تلفظ کنیم یا آقا اشتباه تلفظ کنیم. به خاطر همین من از الان بابت این موضوع عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه شاید اسم گلفشان نفت لیچه را دارم اشتباه میگم. خب بهتر زیاد توضیح ندم، بریم سر اصل مطلب. ما از رامیان حرکت کردیم به سمت گمیشان استان گلستان. خب الان توی مسیر هستی، یه مقدار بیش از حد گم شدی. گم نشدیم ما. ببین توی تابلوی ورودی که من براتون خوندم یکی زده بود گلفشان نفت لیچه 7 کیلومتر از سمت راست، یکی هم زده بود تالاب گمیشان 13 کیلومتر که مستقیم میرفت. الان ما سمت راست اومدیم که گلفشان نفت لیچه، اما خب گم کردیم مسیرا. یعنی نمیدونم ردش کردیم، نمیدونم چجوری. الانم که گاوا توی مسیر رو نمیرم کنار. بزن آمانو تو بزن تا بره کنار. هیچ براش تذکر دادیم بره کنار. این آقا بفهمید. خب برای همین توی سفری چیزا هم داره دیگه. وقتی برنامه رو به دوربین نفهم. وقتی برنامه رو بی دقت ادامه میدی و مجبوری که دور بزنی. خب این از دریاچه صورتی خوشگلو، چقدر قشنگه، چقدر زیبا. واقعا ایران خودمون انقدر جاهای قشنگی داره که هرچی هم بگردی کمه. اینا همه زیبایی آخه، اینا همه زیبایی، خدای شکرت. بالاخره رسیدیم به این جاذبه دیدنی استان گلستان که در شهرستان گمیشان در کرانه‌های شرقی دریای خزره. این گلفشان در 15 کیلومتری شهر مرزی و ترکمن‌نشین گمیش تپه قرار داره که یه فاصله کمی هم با بندر ترکمن داره. اتفاقا ما بعد از دیدن این جای قشنگ یه سری هم به بازار بندر ترکمن زدیم، خیلی دیدنی بود، حتما برید ببینید. البته چون اولین سالش فقط 40 تومن چاپوری هست. یکی از قشنگترین جاذبه‌های دیدنی استان گلستان هم که اطراف این گلفشان هستش آلاچیق‌های ترکمنی بود. خیلی دیدنی و قشنگ بود. یکی از این آلاچیق‌ها دقیقاً کنار همین گلفشانه که من و میثم رفتیم دیدیم و خیلی کیف کردیم. خیلی بامزه بود. اسمش چیه اینجا؟ آلاچیق ترکمنی میگن گورتیکمه. ترکی میگن چی؟ گورتیکمه. گورتیکمه نمیدونم حالا. بزن یه لحظه. یالا. چقدر بامزه. نفتیه درسته؟ پس اگه زمستون اینجا هستین توی اینجا خیلی دیگه گرمه. آره گرمه. اینجا برف زیاد میاد؟ مشخصه گرمه. نه برف شاه محمده. مثل از آقای شاه محمد هم فیلم بگید. اشکالی که نداره. آره. خیلی قشنگه اینجا.
خودتون هستین یا زن و بچه‌تون هم میان؟ زن بچه هم میان که. زمستون هم همینجور؟ آره زمستان هم اینجا. بفرمایید چایی رو. دست شما درد نکنه. ممنون. تعارف ممنون. نکنی یا. نه دست درد نکنه. ممنون. مثل این چراغاش اینا رو هم بگیم گوشه. نکن قابلمه‌ش هم بگیم. دستتون درد نکنه. ایشالا که سال خوبی داشته این باشین. سال شما مبارک. دست درد نکنه. ممنونم. قربان شما دستتون درد بزغاله نکنه. بزغاله هست میخوام عکس بگیرم. اینا میسم که اینا ازش داره شیر. نه اونجا زیاد بزغاله. بزغاله خود زیاد داره. برام تو. ما به هوای سگاتون ترسیدیم. نه نه. این گفته اینا اشتباه رفتن. آره. اشکال نداره در مورد رفتیم جلوتر همه جا رو دیدیم. بزغاله ها تازه به دنیا آمدن نه آره؟ اینا یک ماهه. ببخشید شرمنده. نه راحت باش. اینا تازه به دنیا آمدن. گرسنه‌شونه آره؟ گرسنه‌شونه؟ نه یکیشو. من میترسم راستش. نه چیزی نمیشه. نه کاری ندارم. بگیر یکیشو. بس یکیشو نزدیک نه. بیا. یا. نه؟ بیا بگیر یکیشو. یا. بیا بغل عکس. یادگاره. نه میخوای بری پیششون؟ آره میخوای بذاری پیششون؟ بندازش تو بندازش تو بندازش تو آره مامانتون کجاست؟ بهتون سیر بده. دستتون درد نکنه. خیلی دست درد نکنه آقا. چه زحمت. سال خوبی داشته باشین. چه سال شما پر برکت باشین. قربان شما ان شاءالله همیشه تنتون سالم باشه. نه دستتون درد نکنه. دست درد نکنه. خیلی زحمت کشیدید. خیلی ممنون. متشکرم. دست درد نکنه. خداحافظ. خدا رو شکر این سفرم به خوبی و خوشی تموم شد. سفر پر از تجربه است، پر از آرامشه، پر از حس خوبه. اگه تصمیم داری بری سفر اما نمیدونی از کجا شروع کنی، چه جوری، اصلا چه وسایلی نیاز داری، حتما با هم در ارتباط باش، بهم پیام بده، روی کمکم حتما حساب کن. سعی میکنم تمام تجربه های این چند سال سفرم رو در اختیارتون قرار بدم. البته اگه بزنی به دل دریا و طبیعت گردی و سفر رو شروع کنی، همه چی به خودت بستگی داره.